یعنی چیله میگویند در ما و شما. چیله نشستن این در دین اسلام نیست برادرای عزیز، زیرا که انسانی که در چیله می نشیند تصور کنید که وای نه نماز جمعه می خواند، نه نماز 5 وقته که سنت مؤکده حبیب خداست این هم ترک میکند. و دیگر این که هر یک بنده خدا امروز وظیفه دار است که باید چی در خانه خود چی در همسایه‌داری خود باید مردم دعوتی بر اسلام کند. گویم احترام فرزندیت را نشان نمیدهد. در اسلام آرا و تارا دادن قبر حرام است. حبیب خدا میگوید حتی شما بالای قبرهاتون را گچکاری نکنید. در حدیث ها میگه در بالای قبر ننشینید، بالای قبرتان در چیزی ننویسانید. اینها را اسلام ما و شما حرام میداند. حتی در اسلام فقط رخصت همین است که یک سنگ عادی برده بالای قبر میگذاریم تا که فرزندها ما خبر دهیم که همین قبر پدرت است یا مادرت است یا برادرت است. یک نشانه. حتی همون رشاتکه هایی که در اطراف قبر میمانیم اینا اسرافن، حرام است، ما و شما گناهگار میشویم. کجا جایی که این قصرهایی که در بالای قبرها میسازیم. حتی بینین همین مختصری که ما و شما امروز تاجیکستان میخوانش، کتاب مختصر قریب 70-80 تا شرح دارد. در همین کتاب جنازه چی میگوید؟ میگوید که و کوریه الاجر و الخشب، اگر در لحد شما غشت پخته گذارین یا در لحد اگر چوب گذارین، این حالت در این عمل شما مکروه است، شما در نزد خدا گناهگار میشوید. فتوای خلاصه را تماشا کنین، میگوید که قبر دویم باره کندن در اسلام اجازت نیست. اینا بعضی آدما قبرهاشون از اونجا میکنن اینجا میارن، این اسلام رخصت نمیدهد. لیکن اگر همون گورکاوها ساعتشه یا بیل یا کرته یا چیز از ظرف دنیا را در داخل قبر فراموش کرده باشد، اینجا اسلام رخصت میدهد که دویم باره قبر کنین و همون چیزی که زنده ها احتیاج دارن بیرون قبر کنید. ببین تا این صورت اسلام اجازت نمیدهد که در قبر چیزی از اسباب دنیا ضایع شود، پوسیده و نابود شود. برای همین از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که شما بالای قبرها دا بنا نکنید، بالای قبر برای خودتان سجدگاه جای نماز قرار ندهید. اینا را در حدیث ها رسول اکرم حرام خواندگی هست. گفته اما حضرت مولوی جنونی که اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. این چی فایده دارد بالای قبر تا اگر از تمام میگوییم که بهترین مال دنیا آرا و تارا دهند، لیکن داخل قبر اژدهار داشته باشد، داخل قبر راحت نداشته باشد، این چی معنی دارد؟ آمپول شما در یتیم خانه ها، در همسایه داری هاتون، در مکتب ها برده انشاءالله اگر صرف کنین، این در روح پدر مادر شما شاد می شود. اجازت نیست برادرای عزیز در بالای قبر بغیر یک سنگ عادی حتی کتابت نویساندن ممکن نیست. السلام علیکم. از داملایک پیشوا داریم که دایم کارش همین است که اگر چیزی ندهی در یگان کار و بارد یا معرکه های خرسندیت یا مصیبتت اشتراک نمیکند. این خیلی پیشواهایی بوده است که اگر تا حق شکی نمیتی در یگان کار و بارد راست نمیستد، نه در معرکه خرسندی نه در معرکه مصیبت. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم پیشوای ما میفرماید این المسئله لا تحیلو. ببینید طلبیدن حلال نیست. وقتی همون پیشوا هست، وقتی همون گوییم که از جمله شیخ است، از جمله عالم است، از جمله ایشان است، از جمله کسی نباشد. وقتی میگوید که حق مرا دهید، وقتی طلب میکند، این حبیب خدا گفتن حرام است. حرام. هیچ وقت امت محمد باید طلبنده نباشد. حبیب خدا میگوید لو تعلمون ما فی المسئله ما مشى احد الى احد یسأله شیئا.
اگر شما میدانستین که تلبیدن چند قدر بی‌ناموسی است، بی‌عاری است، شما هیچ وقت پیش یک برادر مسلمان تان یک قدم برای تلبیدن نمیزدین. لیکن افسوس که این تلبیدن شخصان برای خود اختیار کردن که ناموس ندارن، اونا گویم حیا ندارن. برای همین ما و شما حق نداریم که گویم برای ما فلان قدر مبلغ جدا کن بعد من در کار بار تو راست میستم، یا اینکه من فلانی زاده ام، من بالای همه شما گویم سردار هستم یا فلان هستم، باید که برای من شما مبلغ جدا کنین، برای من نظر دهین. این در اسلام ما وجود نداره. بعضی ساده های ما و شما را اونها می ترسانند، حقی مرا بده. وقتی مثال تو نمیدی بعد وایمه میکنند، نمیتی حقی مرا نمیتی، حقو گویا که تمام، یعنی ندادی تمام تو میسوزی. نه، خودش میسوزه. او دعا هم ندارد. برادر عزیز باور کن، نترسین، این چیزی چی گپ نیست. اسلام ما باید تلبنده تیار نکند. امروز برای چی ما میگیم که همون بچه‌هایی که در راه ها هستن صنف 1 و 2 میخوانند یا از اون در پستر هستن، اونا را شما پول ندهید؟ به چی خاطر؟ به خاطری که در طبیعت او تلبیدن میماند و آیسته آیسته میده میده آخر کلان شدن میگیرد، با همین راه تلبیدن الکی عادت میکند و دیگر در مکتب نمیخواند و دیگر مکتب هم که رود تمام هوش و خاطرش به سوی همون اطراف مزارهایی که امروز تلبنده ها در اطرافش نشستند. انا فقط تمام خاطرش همه گویم حوشش طرف همون مزار، طرف همین امروز قبرستان ها را جای کردن. میبینن که مردم قبرستان میرود، در نزد قبرستان که باز پول تقسیم کنی که هست، این کودک ها همون جمع میروند تا که با اونها پول دهین. شما ندهین بر اونها پول، اونا را شما خودتان تلبنده میکنین. امروز این بهبودی که الحمدلله در تاجیکستان شده ایستاد، شما میبینید روز به روز زوادها باچیده ایستند، روز به روز راهها کشاده شده ایستادند. امروز کدام بدفرد تاجیک این زوادها را سرداری میکند؟ ما و شما که وقتی که فقط تلبنده تیار کنیم، همین تلبنده هایی که امروز داریم، کتکت هایی که هستند، مردم هم میترسانند که حقی ما را بده، نمیتی خیلی میبینی همیناش بسند. ایناش بیا ما و شما تلبنده نکنیم. ایناش بگذار که بیچاره خوانند، بگذار که آینده دار شوند، در همین جامعه تاجیکستانی ما و شما خدمتگار شوند. اینا درست نیستند. تلبیدن حلال نیست برادر عزیز. این ملاگی و باور کنین پدرای عزیز، ایشانی و شیخی که برای خدا نباشد، به خدا قسم در نزد پروردگار از کرم لای خورک دیده، این انسان در نزد خدا به قدر هست. باید همه عمل ما از برای خدا باشد.